خاک‌های آمیخته با مواد مخدر را می‌روبند. جایی که در 20 سال گذشته بزرگترین پناهگاه معتادان و مرکز فروش مواد مخدر بود. اینجا پل سوخته کابل است. پلی که سالها نامش با اعتیاد گره خورده و گواهی سرنوشت وحشتناک معتادان بوده است. تا یک ماه پیش در اینجا صدها معتاد مواد مخدر به سر می بردند. حکومت طالبان معتادان را از این مکان بردند و یک ماه به این طرف پاکاری پل سوخته ادامه دارد. ما از زیر پل سوخته تقریبا 375 ماشین پرتاب بیرون کردیم و همچنان جسدهای 59 معتادی را که در گذشته دفن شده بودند بیرون آوردیم و برای شناسایی به تشخیص طبی سپاریدیم. این قبرستان افرادی بی‌هویت می باشد که در ولسوالی موسهی جنوب کابل دفن شدند. نفرانی که خانواده و نزدیکانشان پیدا نگشتند. سنگنوشته های این گورستان شماره افرادی دفن شده در این مکان را نشان می دهند. 141 جسدی که در طول 3 ماه دفن شده بود، 1-2 واقعات ترافیکی بودک. دیگه تمام واقعات همی جوانای از کشور ما که به این مرض مردار گرفتار بودن که معتاد بودن، اینا فوت میکنه بیچاره از سرمای زمستان و یخی و که امکانات بختشان نبوده. اکثر معتادان این محل به درمانگاه ها برده شدند، اما در این میان از سرنوشت زنان معتاد خبری نیست. نخیر، خانم‌ها اگه بودم به این مراکز برده نشده، ممکن به فامیلاشان تسلیم داده شده باشه. آبادکاری پل سوخته را بخش خصوصی بر عهده گرفته است. این نمایشگاه کتابخوانی هم چند روز پیش در بالای همین پل برگزار شده است که جزئی از فعالیت فرهنگی به حساب می رود. به این اکتفا نکنیم که تنها در افغانستان پل سوخته بود. تمام افغانستان پل سوخته است. از کشت مواد مخدر باید جلوگیری صورت بگیرد. در قدم دوم از قاچاق مواد مخدر جلوگیری صورت بگیرد و در قدم سوم از منع و استفاده مواد مخدر. اگرچه معتادان از پل سوخته دور انداخته شدند، اما در مناطق دیگر کابل حضور آنها گسترده است. بر پایه آمارها افغانستان 3.5 میلیون معتاد مواد مخدر دارد که تقریباً 10% اهالی این کشور را تشکیل می‌دهد.